اجراکننده وظیفه رئیس شهر اصفهان شریفجان جمعه‌زاده بعد از بازدید مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، فرهنگی، سودای خدمت‌رسانی و دیگر انشاءات اجتماعی همزمان با آموزش وضع اجتماعی محل با ساکنان دهه چارکوه واخوری و ملاقات آراست. شهردار اصفهان قبل از ملاقات در دایره دستور و سپارش‌های رهبریت عالی کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهتی به راه ماندن مکالمه مستقیم با مردم و حل سریع مشکلات ساکنان قبول سیار برگزار گردید. در رفت قبول شهروندان بیش از 40 نفر ساکن جماعت با درخواست و پیشنهادهای خود به شهردار مراجعت کردند. موضوعهای اساسی مراجعت تنظیم استفاده زمین و قطعه‌های زمینی نزد حولگی، بهتر نمودن حالت راه‌های محلی، دسترسی به آب پالیزی و نوشاکی، مسائل اجتماعی و کمک‌های مادی بودند. شریفجان جمعه‌زاده ضمن صحبت با ساکنان تاکید داشت که هدف اساسی واخوری‌ها بررسی واقعی وضع زندگی مردم است. برای اجرای مراجعت ساکنان و مسئولین ساحوی و ساختارهای مربوطه مقامات اجرایی سفارش‌های قطعی داده شد. سپس در مجلسگاه کوپراتیو تجارتی تخمی پروری چارکوه واخوری و ملاقات شهردار صورت گرفت. در محور ملاقات مسئله صفتی تعلیم و تربیت در مکتب‌ها و تأمینات با کادرهای صاحب اختصاص قرار داشت. شهردار اصفهان به مسئله داخل شوی ختم کنندگان و مکتب‌های عالی و آمادگی خوانندگان با المپیادهای فنی توجه مخصوص ظاهر کرد. همزمان وضع انشاءات ساحه طب و نورسایی متخصصان در مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی جماعت بررسی شده جهت جلب کادرهای جوان سفارش‌های مشخص داده شد. ضمن صحبت شریفجان جمعه‌زاده از حالت‌های ننگاور خودکشی خاصه در بین نورسان و جداشوی عائله‌های جوان اظهار نگرانی نمود. تاکید گردید که فعالیت جماعت و والدان باید در پیشگیری نزاع‌های عائلوی فاتحه برمحل و جلب جوانان و خدمت حربی مسئولیت بیشتر احساس کنند. رشد کشاورزی و سیاحی، استفاده ثمرناک زمین و معرفی امکانیت‌های سیاحی چارکو، تأسیس جایهای کاری، راه‌اندازی کارگاه‌های نو برای کاهش دادن سطح مهاجرت، مسئله تأمینات با آب نوشاکی و تازگی، بهتر کردن تأمینات با آب با صفت و سریع وقت برآوردن پرتاب‌ها، آغاز معرکه درختچینانی و سبزکاری کوچه و خیابان‌ها از موضوعهای مهم بود که شهردار اصفهان به آن توجه کرد. رعایت حتمی قاعده‌های سانیتاری و بیطاری برای امنیت ساکنان ضرور شمرده شد. در رفت ملاقات ساکنان و فعالان چارکوه پیرامون مهمترین مشکلات اجتماعی موجوده فکر و اندیشه‌های خود را ابراز داشته، اوید به حل مشکلات محلی پیشنهادها نمودند.